از نظر اخلاق و از نظر رفتار با مردم خوش رفتاری بکنید. اخلاقتون مردم رو جذب بکند. شما در روی کره زمین آیا حقیقتی بالاتر از حقیقت رسول خدا سراغ دارید؟ نه. معذالک خداوند میفرماید که لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر یک آدم سنگین دل و آدم خشنی بودی، این مردم از دور تو پراکنده می شدن. تصور نکنیم حالا ما چند کلمه اصطلاح آموختیم، چند جمله و چند مسئله فقهیه رو میتونیم استنباط بکنیم، حالا یه تفوقی بر این مردم پیدا کردیم. نه، ما این چیزهایی رو که آموختیم برای هدایت این مردمه و اگر این مردم بخوان هدایت بشن باید باشون رفاقت کرد. از یک کسی پرسیدن که برادر بالاتر یا دوست؟ گفت برادرم خوب دوست انسان باشه. اگه برادرم دوست انسان نباشه اون برادریش هم تحت شعاع قرار میگیره. ما نباید اینطور باشیم، باید با مردم صمیمی و رفیق باشیم.